5 شعر دیگه 5 شعر نیست. 3 شعرش با احمد شاه مسعود شهید شدن. 1 شعرش تبحر نظامی بود، توانمندی نظامی، توانمندی سیاسی شعر دوم بود و آمریت در جنگ. مسعود آمر بود. وقتی که یک پنجشیری را میگفت خدا پرت در دریا خدا منداخت، اما حالا دیگه کس نبود. احمد مسعود تجربه جنگی نداشت. در کدام جنگ احمد مسعود اشتراک کرده بود؟ در جنگ احد، در جنگ خندق، در جنگ بدر، در کدام؟ در جنگ خیبر؟ در هیچ کدام. هیچ تجربه جنگی نداره. تجربه سیاسی هیچ تجربه سیاسی نداره. حتی بنیاد مسعود اگر ببینین به شکل موفقانه امینا پیش بردن نتونستن. اما تنها چیزی که بود که پسر قهرمان ملی بود، کلاه پدرش در سرش ماند که استاد شد. رحمت به شیر مادرت احمد مسعود که تو دیجه استاد شدی. رحمت به روان پاک پدرت که تو دیجه استاد شدی. دایی سن و دایی کم تجربگی و بسیار خوب درخشیدی. یعنی من گپای تا گوش کردم، بیانیات تا گوش کردم، تمامش بسیار نام خدا خوب بود. اما اگه یادت باشه من 4 سال پیش در یک برنامه برای خودت یک پیغام فرستادم، گفتم احمد جان من دلم میسوزه اگه تو در خط اول بیایی، حداقل 10 سال در خط اول نیا، به خاطر که خط اول بسیار ملوث شده، تو تجربه نداری، دامنت چتل میشه. او رفیقای پدر خودت که بود در اون زمان و مردمایی بود که از یک کفتو زیادتر نمیشناختن، ایمان داشتن، نان نداشتن. حال این رفیقای پدرت نان دارن، ایمان ندارن. 20 سال شد که اینا قصر نشین شدن، پیسه دوست شدن، قصرها داشتن در کابل، در اوجه، در خارج، دادی و دیگه از او حالت ایمانداری خلاص شدن. و تنها بگر بیادرم یک عکس قهرمان میگیره دمی دیوال دیگه نمقدر دیگه کدام چیز دیگه نداره. او وقتی که احمد شاه مسعود بود، او توانمندی سیاسی، توانمندی نظامی و انسجام و آمریت، این 3 شعر بود که در وجود احمد شاه مسعود تبلور کرده بود. او را نه خودت داشتی نه هیچ کس دیگر. اما واقعا اگر تو را مقایسه کنم با کلانایی که در 5 شعر بود، از 99%شان که در خودت هم هوشیارتر درخشیدی، هم با ایمانتر درخشیدی. تشکر که تو دمی سالا همو ایمانداری پدرت احترام کردی، چوکی نگرفتی، خدا نفروختی، قصر نشین نشدی، یک زندگی بیالایش داشتی.